اکنون نمونه از طاغوت که چگونه انسانها را گمراه می کند. یک نمونه از طاغوت کی هست؟ نمرود هست. من خدمت شما قبلا هم عرض کردم، تکرار می کنم که طاغوت فقط شما ترجمه به بت نکنید، الم تر الی الذین یؤمنون بالجبت والطاغوت، بلکه نمرودها و فرعونها را هم الله عزوجل طاغوت میگوید. هر اون انسانی که در دنیا ادعا بکند که دستور من عمل کنید، دستور خدا را نه، قانون من، قانون کشور من، قانون اساسی من، قانون کابینه من، نه قانون خدا، این قانونش با قانون خدا در چی باشد؟ در تعارض باشد. این طاغوت است. انسان نباید از او فرمان ببرد. مثال عرض کردم خدمت شما، خیلی از طاغوت‌های زمان ما هم هستند میگویند که جوانان حق ندارند به مسجد برند. کسی که موسفید هست، پیر شده، او میتونه بره. خیلی از طاغوت‌ها هستند قانون درست میکنند که زن نباید حجاب داشته باشه، نباید در دوائر دولتی با حجاب بره، باید کشف حجاب بشه، نباید در دانشگاه با حجاب بره. ببین اینا دستوراتی هستند که با دستورات خدا، با دستورات قرآن در تضاد و تناقضند. اینهایی که دستورات و قوانینشان با دستورات الله عزوجل در تضاد، اینا طاغوتند. مسلمان واقعی باید این دستورات طاغوتی را نادیده بگیرد، ولو اینکه برایش سنگین تمام بشه. لذا هر کسی که دستورش خلاف دستور رب العالمین باشد، اون طاغوت است و مردم را مجبور بکند که قانون خدا نه، قانون من، اون چی که قرآن گفته نه، اون چی که من میگم، این طاغوت هست. الله میفرماید والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، کسانی که طاغوت هم حامیشون باشد، یخرجونهم من النور الى الظلمات.